میدونی چرا پرنده ها توی زمستون از شمال به جنوب پرواز میکنه؟ چرا؟ اون پیاده راه طولانی. میدونی اگه یه چینی رو دار بزنن چی میشه؟ دارچین؟ نه میمیره. میدونی اگه گوگل بمیره به بچه هاش چی میرسه؟ چی میرسه؟ گوگل ارث. میدونی اگه زن بیل گیتس بخواد به بچهش بگه دست باباتو بگیر چی میگه؟ چی میگه؟ دست بیلو بگیر. اگه انگلیس قرص ضد انگل بخوره چی میشه؟ چی میشه؟ پاکستان. میدونی کنکوریا اگه رتبه خوب نیارن چی میشه؟ چی میشه؟ به گاج میرن. میدونی تو چه خونه ای نمیشه ساز زد؟ تو چه خونه؟ خونه نوساز. میدونی دندون پزشکا وقتی عصبی میشن چیکار میکنن؟ کار میکنه؟ میرن تو بالکن یه نخ دندون میکشن. میدونی اون کدوم شهره که همیشه 2 بار خدافظی میکنه؟ کدوم شهر؟ دوبای. میدونی مشاورای انتخاب رشته بخوام به کسی بگن دندون پزشکی نرو چی میگن؟ چی میگه؟ دندون نزن. میدونی خارجی ها به مامان پشه ها چی میگن؟ چی میگن؟ پشمام. میدونی به کسایی که عاشق ران پای جنس مخالفن چی میگن؟ چی میگه؟ زعفران. میدونی زنبورا چرا انقدر گل میخورن؟ چرا؟ چون دروازه‌بان ندارن. میدونی به دوست دختری که خیلی خوشگله ولی عصبانیه چی میگن؟ چی میگه؟ قندهار.